به نام خداوند جان و خرد. برادران عزیز، چنانکه به ما معلوم است هر یک دولت و حکومت صاحب مقدسات خود است. از آن جمله جمهوری تاجیکستان صاحب سرود ملی، صاحب سرقانون که در او تمام خلق ملت حقوقشان برابر اعتراف کرده شده است و از جمله دارای پرچم یعنی بیرق خود هستیم. و چون ما می‌بینیم پرچم ما سه رنگ رو در بر دارد که اینها هر کدامشون جوابگوی هر قریب که به خود تاریخی دارد. مثلا رنگ سرخش گویا که خون از شهیدان است، رنگ سبزش سبزی تاجیکستان و یکی از نشانه های مسلمانی است و رنگ سفیدش نه تنها کوههای همیشه سفید ما، بلکه این رنگ گذشته ما است. وقتی که هجوم عرب آمد، گذشتگان ما به مقابل آنها تماما سفید پوش بودند که یعنی در جنگ خود را بشناسند. امروز طالب، من پرچم آنها را هم در بر ماندم چون که سخن بسیار درباره آنها می‌رود. من در اینجا برادران پشتون را من تحقیر کردنی نیستم، زیرا برادران عزیز، برادران پشتون تمام ملت‌های جهان یک نام دارند. تاجیک در همه جا تاجیک، هندو در همه جا هندی، فارس در همه جا فارس، چینی در همه جا چینی. ولی شما یک نام پشتو، دوم نام افغان بس نبود که امروز سوم نام به خود طالب کردید. من طالب جنگجویان را در نظر دارم. در اینجا من طالب فقط دجال نوشتم، دجالان را در نظر دارم، یعنی آنهایی که بر مقابل اسلام و مقابل مسلمان جنگ میکنند. و این سفیدی آمدی گپ، این نشانه سفیدی، این نشانه اسلام نیست. امروز طالبا سفید را گرفتن، این نشانه زردشتی است و در بعضی ماشیناش نمیبینیم که ماشینای تویوتاش نه رنگی چی کردن؟ زرد. گویا که این یگان نشانه پیروزی است. زرد این نشانه آفتاب است، زرد نشانه زردشتی است. ای برادران عزیز، حتی سفید ای شما نیست. ما برای که آنکه خاطر شما چی نشود، خاطر بعضی برادران نگن که شما پرچم چرا کمتر طالب را احمق کرد، در آنجا گپ های مسلمانی بود. نه برادران، من سخن های مسلمان را در اینجا آوردم. هیچ، فقط در آن جورب سفید طالبان نوشتم و در پایانش سرخی نشانه دوستی آنها خطای کمونیستی است و آن سرخی که زنهایی که جوربی سفید میپوشند و